Sağlıklı ayak nedir? Mantar olmayan tırnak, topuğu tam iyice bir ayak, batık olmayan tırnak, nasır olmayan tırnak ve ayak. Bunlar hepsi bir sağlam ayak oluyor. Sen istersen kendi dilinde anlat. Biz de altına alt yazı yazalım, daha rahat edersin. Bunun için neler yapıyoruz ayak sağlıklı olsun diye ayda? اگه تو پاتون میخچه دارین، اگه ناخونتون داخل گوشتتون رفته یا حتی ما همیشه پدر بزرگ مادر بزرگایی داشتیم که پاشنه‌هاشون خیلی خشک بودن و اگه همیشه این مشکلات رو داشتین ما از این به بعد تو آیه چیزایی رو ارائه میدیم، یعنی پودولوژی رو شروع کردیم که از این به بعد دیگه قرار نیست همچین مشکلایی داشته باشین. اگه میخچه دارین میخچه‌تون رو درست میکنیم، اگه ناخونتون داخل گوشت رفته ما براتون ارتونیل نصب میکنیم، اگه پاشنه‌های خیلی خشکی داریم و دردناکه اونو براتون انجام میدیم، کاملا پاکسازی میکنیم و بعدش پانسمان میکنیم. اگه فکر میکنین که قرار این کارا درد داشته باشه، مثلا ناخونتون تو گوش رفته یا میخچه دارین و فکر میکنین که مثلا اگه قرار ما اینا رو با درد انجام بدیم قرار بی‌حسشون بکنیم، مثلا همچین چیزی قرار نیست باشه. ناخونتون تو گوش رفته ما برای ارتونیل نصب میکنیم، مثل ارتودنسیه و فقط رو پا ارتونیل میشه، اصلا دردی نداره، قرار نیست بی‌حس بشین. میخچه‌تون قرار نیست خیلی درد داشته باشه، خونریزی داشته باشین، هیچ کدوم از اینا قرار نیست اتفاق بیفته. ما همشو خیلی راحت براتون انجام میدیم. برای داشتن پاهای سالمتر بدون درد و اینکه با خیال راحت راه برین، ما اینجا تو آیه منتظر شما هستیم.